فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر یا خواهرمون از بانه پرسیدن، سه شماره اخیرشون 744 که تشکر از برنامه خوبتون. آیا رنگ کردن مو با حنا برای آقایون حرام هست یا نه؟ حتما برادری هستن که این سوال کرد. رنگ کردن مو با حنا هیچ گونه اشکال شرعی نداره. یعنی با توجه به سوالی که در اینجا اومده، رنگ کردن مو با حنا که معمولا رنگش یعنی سیاه و تیره نیست، یا با حنایی که به اصطلاح به عنوان کتم معروف هست که یک نوع از حناهای معروف هست که برای مو استفاده میکنن، استفاده حنا برای مو هیچ گونه اشکالی نداره، نه برای مرد و نه برای زن. منتها چیزی که اومده در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و در کتب فقهی اومده، استفاده کردن از رنگ سیاه برای مو هست. حنا که یک حکم جداگانه‌ای داره، جایز هست، بلکه مسنون هست. خضاب که رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه کردند که اونگونه که در روایات صحیح ما داریم، در صحیح مسلم، حتی صحیح بخاری هم هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که در فتح مکه که ابو قحافه پدر ابوبکر اومد و مسلمان شده بود، دید که سرش بسیار سفید هست، کالثغامة، یکی از مانند یک گیاه گل سفید بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود غیروا هذا الشیب، این شیب را، این سفیدی سرش رو تغییر بدید، یعنی حنا بزنید این رو. و در ادامه روایت اومده و جنبوه السواد، از رنگ سیاه پرهیز بکنید. بسیاری از علما از این حدیث که در اینجا اومده جنبوه السواد، یا در روایت دیگری که در سنن ابو داود هست اگر اشتباه نکنم، در اونجا اومده که در آخر الزمان افرادی می آیند که مویشان را با رنگ سیاه یعنی رنگ می کنند و سیاه می شوند مانند حواصل و چیندان مرغ است. از این دوتا روایت بسیار از علما معتقد هستند که یعنی رنگ سیاه برای مرد جایز نیست. این هم جای تفصیل داره که به صورت کلی نمی شود این حکم رو صادر کرد که استفاده کردن رنگ سیاه برای مردان به صورت کلی و مطلقاً حرامه. این جای تفصیلش این هست که اگر واقعا یک انسانی به خاطر تدلیس هست، به خاطر فریب دادن مردم هست که مردم را فریب بدهد، مثلا به عنوان مثال میخواد به یک جای خواستگاری برود و خودش رو جوان جلوه میدهد که قبولش بکنن، این تدلیس حرامه. در این مورد قطعا هیچ کسی چنین فتوای جوازی رو در اینجا نداده. و اما در موارد دیگر که بالاتفاق جایز هست هیچ اشکالی نداره، مانند پسر بچه جوان نوجوانی که پیری زودرسی به اون دست داده و موهاش قبل از موعد سفید شده که این یک نوع بیماری هست، هیچ اشکال شرعی نداره که برای چنین افراد که موی سرشان را حتی با رنگ سیاه هم رنگ بکنن. منتها در موارد دیگر که غیر از این دو موارد باشه، نه موارد بیماری و نه موارد به اصطلاح فریب و تدریس باشه، در حالات عادی برخی از علما معتقد هستند که این حرامه قطعا. اما وقتی که ما برمیگردیم به کتب فقهی اهل سنت و الجماعت و مذاهب، میبینیم که در اونجا یک حکم کمتر از حرام را، نه اینکه به صورت کلی حرام باشه که گناه کبیری باشه، گفتند که مکروه هست، یعنی به اصطلاح رنگ کردن مو با رنگ سیاه به صورت کامل که سیاه تیره باشه. و این روایتی که در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند که موی سر ابو قحافه رو حنا بزنید، تغییر بدید و جنبوه السواد، بسیاری معتقد هستند که این جمله جنبوه السواد این مدرج هست، یعنی از توضیح راوی هست، نه از قول شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک جای بحث حدیثی هست. و همچنین در روایتی که در سنن ابی داود اومده که اقوامی خواهند اومد در آخر الزمان که رنگ میکنند مانند حواصل طیر و پرنده هستند، چیندان پرنده هست به اصطلاح سر و ریششون، این هم دلیل بر حرمت مستقیما نداره، زیرا که ما میدونیم مثلا احادیث ما مشابهی داریم، مثلا درباره خوارج رسول الله صلی الله علیه و سلم مواصفات اونها را معرفی کردن، گفتن در آخر الزمان میان، در یک زمانی میاند که و سیماهم التحلیق، نشانه اونها و به اصطلاح آرم اونها تحلیق هست، این سرهای خودشان را میتراشند. اما هیچ یکی از فقها از این حدیث استدلال نکردند که تراشیدن سر در واقع حرام و ناجایز است. حکم شرعی در این زمینه این است که خالی از اشکال نیست،
خالی از اشکال نیست. و با توجه به این که یعنی چرا ما از این روایتی که باید حکم تحریم از اون صادر میشد وقتی که میگه جنبوه السواد یا اون روایت دیگری که عرض کردم، اونم خالی از اشکال نیست. روایت دیگری که ابو داود هست اونم خالی از اشکال نیست، منتها به خاطر این که بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ثابت است از اونا که در واقع سرشون یا ریششون رنگ سیاه میزنن. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه افرادی بودن حضرت عمر در مقابلشون سکوت کرده بود، حضرت عمرو ابن عاص، حضرت مغیره ابن شعبه، حتی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نقل شده و بسیاری دیگر از اصحاب رسول الله که موهایشون رو رنگ سیاه می‌زدند. با توجه به این عملکرد صحابه و با توجه به صریح نبودن حدیث در این مورد، بسیار از علما معتقد هستند که اینو نمیشه در حکم تحریم قطعی و 100% داخل کرد و بنابر نیاز حتی مثلا به اتفاق تمام فقها اگر در جنگ و معرکه هستند، انسانی که برای مبارزه می رود در جبهه هست می تواند که ریش و مویش را سیاه بکند تا اینکه دشمن گمان نکند که این پیرمردی هست و یک انگیزه‌ای باشد برای حمله بیشتر علیه مسلمانان. حکم شرعی به این صورت خالی از کراهت نیست، درش بحث و گفتگوی زیادی هست، اما حرام قطعی و 100% یا گناه کبیره هم نیست. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.